بریم به رتتا. آماده که روز پرهیجان دیگر رو شروع بکنیم؟ بله. پس بزن بریم. امروز قراره که یه مسابقه بین من و فاتی برگزار بشه تا ببینیم کی هوش و ذکاوت بالایی داره و میتونه به این سوالات پاسخ بده. داورمون قراره که در رابطه با این سوالات توضیح بده و بگه که چه سطحایی هستش و چگونه قراره باشه. داور توضیح بده. خب ما 3 مدل سوال داریم و 3 سطح دارن. سوالات عمومی بالاترین سطح سخت هستن، سوالات معمایی دومین سطح هستن که متوسطن، سوالات چیستانی آسونن. سوالات عمومی رو ما آخر از همه میپرسیم و این سوالات عمومی امتیازهای ویژه‌ای دارن که هر کدوم جواب بدیم مثلا 3 امتیاز داره و شما وقتی اینا رو جواب میدید میتونید مثلا اونایی که جواب ندادین باهاش جبران کنید. یعنی در حالت کلی بقیه سوالات 1 امتیاز داره. بله. ولی سوالات عمومی 3 تا امتیاز. بله. مثلا اگه نتونید مثلا از سوال معمایی مثلا یکی رو جواب بدید که اون یکی جواب داده میتونید با سوالات عمومی اون رو جبران کنید. اول از سوالات چیستانی شروع کنیم و به ترتیب میرسیم به سوالات عمومی. و دومین اصل اینه که سوالات عمومی 4 گزینه‌ای هستن و شما از بین گزینه‌هایی که من میدم انتخاب میکنید جواب درست رو. خب بریم شروع کنیم. بله. خب سوال 1. من همیشه میایم اما هرگز نمیرسم. من چم؟ سایر. الان نوبت تو. خب یه بار دیگه میشه بگی. خب سوال از اول میگم. من همیشه میایم اما هرگز نمیرسم. من چم؟ نمیتونم اصلا حدس بزنم چیه. خب نظر من آره سایه بود. میخوای یه راهنمایی کنم. آره. در مورد مثلا امروز چه روزی و مثلا چیه و مثلا جمعه. نه در مورد اسم روزهای هفته نیست. اما مثلا نمیتونم خیلی اگه اینو بگم خیلی نزدیک میشید. اما مثلا به شدن یه روز دیگه خیلی کمک کردم. آینده. نه خیلی نزدیکه. من همیشه میام ولی به شما نمیرسم. ثانیه لحظات بعد، ثانیه بعد. خیلی نزدیک میگی. به بعده. نزدیک باشم قبول کن دیگه. نه با کلمه رو بگید. کلمش یه چیزیه که نمیشه با حرفای دیگه جبران کرد اما برای آینده است. فردا. خب یه امتیاز. سنا. خب سوال دوم. چه چیزی شکسته میشود اگر نامش را بگویی؟ من اینو شنیدم. بگم؟ بگو. خب بگو. شکسته میگم اگر سکوت. من اینو شنیده بودم. 3. چه چیزی دارد 4 پا ولی نمیتواند راه برود؟ میز و صندلی. سوال 4. هرچی بیشتر از آن برداری بزرگتر می شود. آن چیست؟ اینم یه جای شنیدم. برداری بزرگتر می شود. راهنمایی خاصی بگید. بذارید فکر کنیم. چه که هرچی بیشتر برداری بزرگتر میشه. مثلا یه چیز عرفانیه، یعنی مادی نیستش. مادیه. چیزی به چطور بگم؟ مادیه یا نه اینو بگم؟ کم و کاست میشه. مثلا چطور بهتون بگم؟ خاک. مثلا خاک رو برمی‌داری. پس ماده خیلی نزدیک گفتم. الان یک راهنمای ریزی بهتون کردم. گل. اولین حرفشو گفتی. یه کم مونده خود کلمه رو بگی دیگه. بذار آره اما شما فکر می‌کنم نمیتونید برسید. ازش برمی‌داری ولی بیشتر میشه.
کدومتون رشوه بهم میدید به اون کمک کنم؟ خب پایین رو نگاه کن. واقعا دارم براتون تجسمش میکنم. خب یه دونه راهنمایی بهتون میکنم. تو ویدیوی قبلی محمد بیشتر اون کار رو انجام میداد. بهتون خیلی اون کمک میکرد اون کار برای ویدیو گرفتن. خب محمد بیشتر چاله اینا رو میکن دیگه. آفرین. چالاره. چی من هنوز هرچی نفهمیدم. بیشتر ازش برداری بزرگتر بزرگتر میشه دیگه چاله. آخه من گفتم گل، تو گفتی گل. که اولش گودال. چاله و گودال. خب الان برابرید. سوال سخت جواب میگم ما الان باختی سلام. خب من سفید و سیاه میشوم زمانی که به من نوشته شود. من چیم؟ چی؟ یه بار دیگه سفید و سیاه میشن. سفید و سیاه میشوم زمانی که به من نوشته شود. من چیم؟ به من نوشته شود یعنی روش نوشته بشه آفرین، یه چیزی. آفرین. خب وایت بورده. اسکولستان. خب سالش چه بپرسم؟ الهام میشه. خب سال 6. خانه‌ای که تمامی بچه‌هایش به سمت جنوب باشند آن خانه کجا قرار دارد؟ شما آفرین. چی شما؟ یعنی چی شما؟ سر شما. قطب شما. نه تموم میشه. سر شما. شانس دیدم. خب سوال 8. اگر مرا بشکنی دوست من تمام می شود. من چم؟ دوستی من تمام می شود؟ دوست من تمام می شود. خیلی سخته انصافا. خودم من وقتی رو دیدم موندم که با این چیزا سخته. دوست من رفته بار. یه بار دیگه بگو. اگر مرا بشکنی دوست من تمام می شود. من چم؟ اگر مرا بشکنی دوست از من به دوستم چه؟ دوست من به عنوان عاطفی میگه. مثلا دوست من اون چیزی که توشه رو میگه. تو خودشو نمیگه. دوست خودشو نمیگه. بذار فکر کنیم. اون انسان اون موجودی میشه که نگی توشه. کلمه رو ما فکر کنیم خودمون. فکر کنید. گفتی یه چیزیه که توش چیزی از شکستنی اون کلا مثلا نابود میشه دیگه. آره. آتش فشان. نه خیلی خیلی خوب بود. خیلی دور بود. دور بود. خب میتونه یه ظرفی باشه که مثلا توش هوا هست، بشکنی که اون هوا میره. دوستش شکستنی هر چیزی میشکنه. اون دوستش که کلا تموم میشه. کاغذ توش نوشته داره. نه. لیوان توش آب داره مثلا. دوستمون آبه. آره. نه. مثلا اینجوری میزنیم نزدیکه یا خیلی دوره؟ آره. حتی که میزنی آره. خیلی دوره. پس اون موقع بگو دیگه اینو نمیفهم. خب میتونه یه حرفی باشه که با زدن اون اعتماد بشکنه اون میشه. نه میخوام یه راهنمایی کنم نگم. نه راهنمایی زش میشه آخه. راهنمایی همشو داره میگه. خب باید جواب بگم تخم مرغ. جوجه‌ای که توش تموم شد. بابا اصلا اومد. اصلا ربط نداره. نمیکنه. سوال 9. چه کلمه‌ای همیشه غلط نوشته می‌شود در تمام لغتنامه‌ها؟ غلط. خب بریم سوال 10.
در یک اتاق تاریک یک شمع، یک فانوس و یک آتش درون شومینه وجود دارد. اول کدام را روشن می‌کنی؟ یه بار دیگه بگو چی وجود داره؟ در یک اتاق یک شمع، یک فانوس و یک آتش درون شومینه بود. آتش منظورش کنده است. یک کنده درون شومینه وجود دارد. اول کدام رو روشن می‌کنی؟ اون که خب شومینه. نه. سوال معمایی که منظورم از ستای اون انتخاب نمی‌کنید. خب اول باید فندک چیزی روشن آفرین. سوال هوشه نه سوال انتخابی. خب سوال 11. چه چیزی یک بار در ثانیه، 2 بار در دقیقه و هیچ وقت در ساعت ظاهر می‌شود؟ یه بار دیگه بگو من نمیفهمم. چه چیزی یک بار در ثانیه، 2 بار در دقیقه و هیچ وقت در ساعت ظاهر می‌شود؟ هیچ وقت در ساعت لحظ یه بار کاش تو این کمکتو می‌کردم. خب راهنمایی کن یکم. حروف. آها لحظه داره اینو دیگه گفتی دیگه. حروف نمی‌شون حروف کنیم. چون پیدا کنید حروف. فکر نکنم پیدا کنید. وای چیز یه خب و تو چی رو گفتی؟ یه نه یه آخه تو دقیقه یه دونست. نه تو دقیقه 2 تاست، تو ساعت اصلا نیست، تو ثانیه هم یکیه. ثانیه و ه مگه 2 تاست؟ 2 بار. 2 بار اون حرفه اومده دیگه تو. حروف 2 نقطه. نه الان یه جواب نیستش جزو یه جوابه، 2 تا جواب دارم. خب یه و ه هست دیگه. نه. اگه یه رو بخوام حساب کنم اونو سنا زودتر گفته، اما میخوام دومیش، چون که الان یه رو هر دو تاتون میدونید، دومیش میخوام پیدا کنید که من برنده تو باشی. نه نمیشه شما از پشت دستی و دامن پول. اگه میخواید یه رو قبول کنیم، اون 2 تا جواب بود. نه منو وایسا فرصت بده. خب یه 2 بار اومده تو دقیقه 2 بار. 2 نه خودم من دارم کمکتون. خب قاف نون همه چیز رو بگید به جز اون حروف. من کل حروف دقیقه رو گفتم هیچ کدوم نشد. دال قاف یه نشد. یک بود. یه آره ثانیه 3 نقطه. نه بار. 2 بار 1 بار. خب ر اصلا من قبول نمی کنم اینو دارن با هم تبانی میکنن علیه نه من قبول میکنم، من دارم. اصلا سعی چیم سر یعنی تو کی؟ خب این اصلا دارن لبخونی میکنن اصلا این قبول نیست. نه خب یادمونه نه سال 12 بریم بر سال قبوله. 12. باید قبول کنی مجبوری. داورمون قبول کرد. داور رو خرید دیگه، داور رو خریدیم. سال 12. مانی مانی خب بگو. سکوت. سال 12. من صبح روی 4 پا راه میروم.
ظهر روی 2 پا و غروب روی 3 پا. من چیم؟ سایه. نه. صبح 4 پا، ظهر 2 پا، غروب 3 پا. غروب 3 پا. خب چیستان کلاسیکه. کلاسیک. کلاسیک. و چیستان‌های کلاسیک برگرفته از واقعیت نیست. مثلا شما بگید که این حیوان مثلا یه روز اینطوری راه میره، نه، این یکم تخیلی تره. خب یه شخصیته یا حیوان، وسیله انسان است. جاندار اصلا. یک برگرد به کلماته. حیوانه، انسانه. انسان. گفتم تخیلیه آخه انسان چجوری صبح میتونه 4 پا دو دیگه. اینو من نمیدونم دیگه چیستانش میدونه. چیستانی بپرسی معنی داشته باشه. خب سال 13 اما اونی که از اینجا داره خودشو میکشه به تو میگی قبول، اینی که من شانس میگم قبول نیست. آره نمیشه آخه این با حیف کلا دارم ویدیو میگیرم. حیف. خب فحش‌های رکیک. 4 سال 13 اتوبوسی بدون پنجره و صندلی داریم که هر روز پر از مردم می شود اما هیچ کس وارد یا خارج نمی شود. این چیست؟ اتوبوس یه بار دیگه بگو. خب اتوبوسی بدون پنجره و صندلی داریم که هر روز پر از مردم می شود اما هیچ کس وارد یا خارج نمی شود. این چیست؟ زمین. نه. خب دنیا. اتاق، خانه، نه رستوران. خب خارج میشه بالا تو خارج. مدرسه. من به نظرم وارد و خارجی رو در نظر نگیرید. یکی همین فکر کنم اشتباهه. داره نمیشه. این چه سواله؟ سوالا رو اصلا خودت قبلا خب نخوندی. اینم کلاسیکه یعنی نه تخیل. نه کلاسی. ورود و خروج رو در نظر نگیرید. همون بدون پنجره بدون صندلی و ورود و خروج میشه توش. اینو بگید. اتوبوسه؟ آره اتوبوس بدون پنجره بدون صندلی ورود خروج هم توش میشه. توش نمیشه. نه نمیشه رو بگو. میشه. میتونیم، یعنی این کلمه رو شنیدیم قبلا. خیلی اصلا استفاده هم میکنید در طول زندگیتون. خونتون اونجوریه. داور دهن در کامنت ها. ببین چقدر گیجه فهمی. بدون در پنجره است. نمیدونم، واقعا نمیدونم. مثلا سوخت. نمیدونید؟ نه. آسانسور. خب در داره. در گفتم دیگه ورود خروج میشه توش. گفتم چرا رو مثلا نزد. نوشته بود ورود خروج نمیشه دیگه نوشته بینه من نمیدونم. و توش جمعیت پر نمیشن که نهایت 4 نفر. مونده دیگه به آسانسور بیمارستان ها جمعیتش توش نمیشه. یه دونه تخت میره توش. مردم دیگه نه که دیگه نه چرا اصلا مردم؟ تعدادی از آره خب الان میریم به سوالات معمایی. تا حالا نه نگو نگم نه امتیازمون رو نگو تا آخر سر. خب بریم به سوالهای شاید افسرده بشم دیگه جواب معمایی. ندم. خب خب یک بوتل و یک ظرف 5 لیتری و یک ظرف 3 لیتری دارد. باید دقیقاً 4 لیتر اندازه بگیری. چطور؟ نه فیزیک نپرس. یه بار دیگه هم بگو. بوتله؟ ها؟ بوتله من درست نمیدونم. نه همین یه بوتل یا بوتله و یک ظرف 5 لیتری و یک ظرف 3 لیتری باید دقیقاً 4 لیتر اندازه بگیری. چطور؟ 3 و 5 اندازه میگیریم بعد میانگین میگیریم.
میشه 4 دیگه. 3 لیتری و 5 لیتریه. گفتی 3 و 5 اندازه میگیریم، بعد ازشون میانگین میگیریم، میشه 4. من 4 لیتر بریزیم توش. چی میگی؟ درسته؟ فیزیک ورکس. از این سوال فقط 4 تا میپرسم چون خیلی حجمش آره زیاده. یکیشو که پرسید وقت بعد 3 تاش. میگیره. آره خانه 4 طرفه هر طرف رو به جنوب است. یک خرس از کنار خانه رد می شود. رنگ خرس چه میتواند باشد؟ یک خیلی راه. قهوه‌ای. سفیده. آخه جنوب به جنوب. آفرین قطب جنوب. به جنوب اصلا بذار یه چیزی بگم، توی قطب جنوب کلا زندگی نداریم، باور کن. قطب شمال یه هست ولی چیزه. قطب جنوب نداریم. این دیگه قطب سوال جنوب مهم نداریم. دیگه سوال اصلا نمیتونم بگم اشتباهه. خب در یک اتاق تاریک 3 کلید و در اتاق در بسته 3 لامپ هست. فقط یک بار میتوانی وارد اتاق لامپ ها بشی. چطور بفهمی که هر کلید به کدام لامپ وصل است؟ طوری نگاه یه بار دیگه بپرسین، اصلا خودتون نتونستی بخونی. در یک اتاق تاریک 3 کلید و در اتاق دربسته 3 لامپ هست. فقط یک بار میتوانی وارد اتاق لامپ ها بشی. چطور بفهمی هر کلید به کدام لامپ است؟ میشه منشیه 3 تا اتاق داریم، 3 تا هم اتاق لامپ. مثلا ما از این اتاقا یکیشو انتخاب میکنیم دیگه. نه بذار من بگم، 3 تا اتاق داریم، تو یکیشون 3 تا لامپ هست. چی میگیم؟ 3 تا اتاق داریم. آها مثلا تو هر کدوم یه رنگ لامپ هست، بعد 3 تا هم کلید داریم، هر یک از این اصلا کلید چرا دیگه لامپ داره؟ نه کلید ببین 3 تا اتاق داریم تاریکه، 3 تا هم اتاق لامپ داریم. ما یکی از این اتاقا رو ور میداریم، اتاق تاریکو، بعد میریم یکی از اتاقای لامپ. از کجا بفهمیم این لامپ برای این اتاقه؟ از کجا؟ فقط یه بار میتونی تو اتاق لامپ ها ببینی. مثلا نفهمیدم. به اون خارهای کلید و اون چیز دقت کنیم. آدامسی چیزی برداریم بکنیم اون. نه خیلی راحته برای تو که جواب جلو چشت راحته. برای تو آره، تو هم جواب جلو چشته. چرا؟ اشتباه گفتی من و تو برای من و تو راحت که جواب جلو چشم. گفتم برای تو راحته. گفتی برای من و تو. نه دیدی بگم واقعا چرا؟ نه پیشیه ادامه. بگو جواب. کلید هر ستا رو روشن کن. تمام. آها کلید لامپ. تو فهمیده بودی؟ ها؟ تو فهمیده بودی کلید؟ فهمیدم. من فکر کردم کلید. حدس زدم مثلا تو برای میگه همون- لامپ برای همون بهت گفتم یه کلید اصلا به لامپ چه ربطی داره؟ من می‌خواستم بگم یه دونه باید یه دونه کلید در بازی. این سوالای معمایی ولش کن. 2 تا پرسیدی دیگه، برو سوالای چیز عمومی. باش برو عمومی. خب برای ساعت عمومی خودش نمیشه سطح متوسط و من سطح سخت رو میگم که واقعا خیلی سخته. خب کدوم حیوان به کشتی صحرا معروفه؟ الف اسب، ب فیل، جیم شتر، دال گاو. شطور. من شطور شنیدم. کدوم گفتی؟ بذار یه ذره فکر کنیم. گزینه‌ها رو یه بار دیگه بخون. الف اسب، ب فیل، جیم شتر، دال گاو. فیل.
همچین سوالایی همیشه یه جوابی رو میذارن که آدم اول حس کنه که اونه بعد ببینه اون نیست. من فکر می‌کنم فیل. توی یه منطقه کویری گفتی؟ آره صحرایی. آه. منم شطور حس می‌کنم باشه. ولی این سوالا معمولا یه جوریه که اون که حس می‌کنی، اونی که بیشتر آره. دیدی نباشه. تو می‌خوای بگو شطور، من می‌خوام بگم فیل. باشه. خب رها. خب فیل. فیل تو شطور. شد. من اولش فکر کردم اونه، بعد گفتم شاید تو گفتی که سخته، چون گفت سخته من گفتم شاید شطور نیست. من سریع سه کنه سال باقی سخت و متوسطه میچید نشون سند درجیر دامتی خب در بدن انسان کدوم اندام خون رو پرپاش میکنن؟ قلب. بخون. گذاری از گزینه معلوم بود. بخون معلوم بود دیگه. میدونی این سوالا شبیه سوالای چیه؟ همون مسابقه تلویزیونی هست. این چه سوالایی؟ میخوای آبروی ما رو ببری؟ میگه این مثلثه. آره چه سختی. روزی دوزنگه. اول سوال با من سخت. خب از اون سوال سخت الان میپرسم. اول انسان روی ماه چه کسی بود؟ الان پیدا کنیم. یوری گاگارین، نیل آرمسترانگ، باز آلدرین، جان گلن. من دومی رو میگم. من دومی. اول من گفتم. منم سومی. خب باز آلدرین، تو گفت جیمو، تو گفتی بر. کدوم درسته؟ جواب گزینه استریت. نه. اصلا نه. فاطمه درست گفت. ردم. فیلمیشت جنا. چیز تو چت. خب سوال 5. واحد اندازه‌گیری مقاومت الکترونیکی چیست؟ ولت، وات، اهم، آمیر. اوه. آمپر. یه بار دیگه مقاومت الکترونیکی. اوه. تمام سوال فیزیک. تمام شد؟ استادان ریاضی فیزیک. بله. میخوایم بازم؟ نه اوکی الان امتیازم. خب امتیازتون جمع کنم. اسم میکنیم کی برنده شده؟ فکر میکنم فاطمه. سنا. نه تو بیشتر گفتی اون قسمت اون. آره اونجا شطور اون. اونا سه الان تو میگی سنا، تو هم میگی فاطمه. آره خود فاطمه هم میگه فاطمه. نه. خب من باید بگم که مساوی شدید. مسابقه. آره تو هم حق شدی، تو هم حق شدی. خب یه دونه سوال سخت. واقعا سخت. بیا تموم کنیم. بیا خودمون رو چیز نکنیم. بچه‌ها بیا تموم شد. نه وایسید. اگر میخوای میتونیم یه سوال سخت بپرسیم، هر کی جواب بده اون برنده شده. آره. یا میتونیم هر دو تا دو مجازات بشید. کدوم؟ نه هر دو تا مجازات نشه. ما یه سوال بپرسیم. خوش. پس میریم واسه یه سوال نهایی بعد. سرنوشت ساز. چه درختی برگ و سرشاخه ندارد؟ چی؟ یه بار دیگه. چه درختی برگ اما سرشاخه ندارد؟ برگو با قلب شده. برگ ندارد. برگ شیشا برگ. برگ الکترونیکی نه. برگ. برگ دارد اما سرشاخه ندارد. سر شاخه. آها. کاج. نه بابا کاج که داره. خیلی نزدیک. سر نه کاج نزدیکه. خیلی. به اسمش نزدیکه دیگه. درخت چجوری میتونه به هم نزدیک باشه؟ درخت تو میشه به هم نزدیک باشه؟ نهال. نه نهال برگی نداره. یه دونه چوبه. چطور میشه که دو درخت از هم روی تشابه داشته باشن به هم؟ کاج. چجوری میتونه با یه درخت بلوط؟ نه. داره میگه بگو. سنا. اینو
نه چون دیگه باید چون تعداد- سرنوشت ساز. خبه شو یکی شو بذار شما بگم رسونده. یه روز مهمیه و توی فیلم بهمن ماه 22 بهمن بهمن نه 29 بهمن مگه درخت اسم یه درخت روز درختکاری نه اون 13 بهتره اصلا روز 13 یه بار دیگه بگو چی یکی از روزها رو توی بهمنه آره فکر کنم تو بهمنه آره فکر کنم یه روزیه مثلا ما چطور عید داریم اونم یه روزی برای خودش داره کریسمس وای خب بریم برای مجازات بریم واسه مجازات فاطمه فاکری وایسی ولی من در موردش هنوز فکر نکردم قراره فکر بکنیم و یه مجازات خیلی عظیم سخت الخیل خیلی سخت قراره داشته باشه خب بریم راقصیم بله و از اونجایی که مسابقه رو با مجازات داریم چه مجازاتی تخم مرغ خام نظرت وای، چیه؟ یعنی اولین باره میخوام امتحان کنم این خیلی خوشمزه حالت تحمل هر کی خورده خیلی خوشش اومده کنم نمیتونم ببرم میخوای یه ذرهشو بخور از اونجایی که من خیلی دل رحمم یه ذرهشو بخور یکم بو کن اول بو کن نه بخور بخور نفس حبس شیطان علته به به آفرین ولی خیلی کم خوردی نه بس تا قبل از اینکه حالش خراب نشده باشه میخوایم ویدیو رو تموم بکنیم مواظب خودتون باشید و همینجوری در تدویه